الله قول الحق ولو علی انفسکم. سخن راست بگویید حتی اگر به زیان شما باشد. امیر حسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت استاد عزیز جناب آقای انصاری و استاد سلیمانی و استاد ماجد عباسی و بقیه همکاران در پشت صحنه تلویزیون و جناب احمد آقای عزیز و همچنین عرض سلام به کلیه بینندگان به سال حق و شیعیان هدایت یافته موحدین. میخواستم مطلبی در مورد برنامه اصفهانی عرض کنم. جناب آقای ابراهیم از اصفهان که چندی قبل در برنامه جناب آقای انصاری استاد عزیز و گرامی من تماس گرفتید و میخواستید در مورد مسواک زدن پیامبر در آخرین لحظات عمر ایشان شبهه‌ای وارد کنید و سپس در مقام دفاع از مشرک دروغگو ابوالقاسمی برآمدید. بدانید که موحدین هوشیار هستند و منافقان را به حول و قوه الهی رسوا میکنند تا بقیه بینندگان شبکه نیز آنها را بشناسند. شما در برنامه استاد عزیز ماجد عباسی خود را رضایی معرفی کردید. شما همان کسی هستید که مرتباً با الله یاری، همون شیطان یاری شبکه اهل بیت تماس گرفته و ایشان از شما تعریف کرده و شما هم از ایشان و الله یاری را یکی از سربازان حقیقی و راستین امام زمان می‌دانید که در رکاب امام زمان خیالی و موهومتان شمشیر می‌زند و دشمنان اهل بیت رحم الله را گردن می‌زند. هم به شما میگویم هم بقیه افرادی که در پشت محبت اهل بیت خود را پنهان کرده و منافقانه عمل میکنید. مسلمان مؤمن موحد از نفاق و درویی بیزار است و به فرمایش پیامبر خود عمل میکند که سخن راست بگویید حتی اگر به زیان شما باشد. خواهش میکنم آقای ابراهیم یا آقای رضایی دست از نفاق بردارید که موحدین شما را رسوا میکنند، همونطور که آخوندهای مشرک را رسوا میکنند. قال الله فی محکم کتابه حاسبوا قبل ان تحاسبوا. و بقیه مردم ایران هم عرض میکنم که اگر ندانسته اعمال شرک‌آمیز انجام میدهید توصیه میکنم که قرآن را فقط از رو نخوانید که بگویید ثواب دارد، بلکه ترجمه صحیح آن را هم با دقت مطالعه کنید که ثواب بیشتری دارد که باعث میشود عمل شرک‌آمیز که انجام ندهید. و آن دست از شیعیان که عمدن اعمال شرک‌آمیز انجام میدهند مانند قبر پرستی و امامزاده پرستی و رشوه دادن به قبور به اسم نذر و حاجت خواستن از مردگان و آنها را یا در کنار خداوند قرار داده یا بالاتر از خداوند و صفتهای خداوند را به بندگان صالح میدهید، باز هم چشمان خود را بسته و گوشهای خود را گرفته و بگویید ما مسلمان هستیم و ما امامان را نمی پرستیم، بلکه چون بندگان گناهکاری هستیم آنها را واسطه قرار می دهیم که حاجات ما را به خدا برسانند. خداوند فرموده است که آنها صدای شما را نمیشنوند و اگر هم بشنوند پاسخ شما را نمیدهند و در روز قیامت از شرک شما بیزارند. پس تا فرصت از دست نرفته به قرآن و توحید برگردید که خالق کل کائنات الله است و بس و شریک و مانندی ندارد. دین خود را از آخوند نگیرید که به جهنم می روید، بلکه دین خود را از قرآن کتاب خدا و سنت رسول الله بگیرید که باعث رستگاری می گردد. اگر تا به حال نمی دانستید حال با بودن شبکه‌های توحیدی حجت بر شما تمام شده. پس به این گفته پیامبر عمل کنید. قال رسول الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزمان امیر حسین از بلژیک، برادر عزیز هدایت یافته، موحد، مجاهد، دلسوز و توانا، همیشه با سخنان زیباشان، همیشه با سخنان زیبایشان محفل ما را منور می کنند، به ما روحیه و نشاط می دهند. سخنانی که آکنده از مهر و محبت و دلسوزی است برای تمامی فارسی زبانان و به ویژه ملت شریف ایران و به ویژه شیعیان عزیز، آنهایی که فریب این آخوندها را خورده اند، آنهایی که هنوز هم متاسفانه به این موضوع بسیار مهم فکر نکرده اند که چرا مسیر زندگی خود را تغییر نمی دهند
چرا باز هم در راستای مسیر منحرفی که آخوندها برای آنها ترسیم نموده اند گام برمی دارند؟ آری، الله متعال به همه توفیق هدایت بدهد و به همه توفیق بدهد که حقیقت را ببینند و به آن عمل بکنند. هر دو نوع هدایت رو، هدایت توفیق و هدایت تبیین و ارشاد و دلالت یعنی راهنمایی کردن، و هدایت توفیق و الهام یعنی عمل کردن. همان گونه که برادرمون امیر حسین فرمودن، حجت برای بسیاری امروزه تمام است، زیرا با وجود شبکه‌های توحیدی، با وجود سایت‌های مختلف، کتاب‌های مختلف، رادیوهای مختلف، دعوتگران مختلف به زبان‌های زنده دنیا و از جمله زبان فارسی، دیگر بهانه‌ای برای کسی نمی‌ماند که بگوید من حقیقت را نشنیدم، به من نرسید، نفهمیدم، ندانستم. نه، هرگز چنین نیست. پس بیاییم ما که برای کوچکترین مایحتاج زندگی خود زحمات بسیار زیادی میکشیم، چرا حاضر نیستیم برای معنویات خود، برای غذای روح خود، برای آخرت خود، برای جان و روان خود نیز زحمت بکشیم؟ ما که برای جسد خود، برای جسم خود، برای این جسم خاکی ساعتها در روز کار میکنیم، چرا حاضر نیستیم دقایقی در روز رو مطالعه بکنیم، اندیشه بکنیم، تفکر بکنیم، مقایسه بکنیم کلام الله رو با کلام بشر، سخنان دعوتگران راه حق رو، سخنان الله متعال که در قرآن آمده و در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، سخنان رسول الله رو مقایسه بکنیم با سخنانی که از تریبون‌های آخوندها پخش می شود و به ما می رسد. آری، پس جای بسیار دقت و تأمل است برای شما بینندگان عزیز.